کردن تو این فیلم واقعا میتونم بگم یه دوره‌ای از زندگیم بود و دلیلش هم این بود که یک تیم بود که کار میکرد و به همین دلیل همه ماها توش تونستیم به نوعی بهترین خودمون رو ارائه بدیم. کمدیه که مبتنی بر جوک‌های معمول هست توی فیلم‌هایی که توی این سال‌ها به خاطر کسادی گیشه باب شده بود فاصله گرفته. فیلم زمانی که در یک فضای آرام و اخلاقی ساخته بشه اون اتمسفر درست به بیننده میرسه. یک دزد عاشقانه هفتمین فیلم بلند منه، محصول سال 93. طنز موقعیت با بازی آقای مهدی هاشمی، فرهاد آیش، لوان هفوان، امیرحسین رستمی و خانم لادن مصطفی. خوشبختانه استقبال ازش بد نبوده. امیدوارم خوشتون بیاد. متشکرم.